با وجود نشر کردن نکات اساسی بودجه دولتی در اینترنت، تاجیکستان نتوانسته است به معیارهای حداقل بین المللی در زمینه شفافیت مالی جوابگو باشد. این خلاصه گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره شفافیت مالی در اداره‌های دولتی 140 کشور دنیاست که روز 11 آگوست نشر شد. همکارم طاهر سفر این گزارش را خواند و با دیگر متخصصان در میان گذاشت. قبل از برنامه نخست از او جزئیات آن را ارزیابی کردیم. پرسیدم. خیرامان تاجیکستان در این گزارش در میان 67 کشور ارزیابی شده است که به طلبات حداقل شفافیت مالی جوابگو نبودند. نبود شفافیت یکی از مشکلات است که نمیگذارد سرمایه‌گذاران خارجی به تاجیکستان بیایند یا آن را کشور آلوده به فساد یا نامناسب برای همکاری و سرمایه‌گذاری می‌شمارند. وزارت مالیه تاجیکستان چند سال باز از طرح یا بودجه‌های تصویب شده دولتی را نشر و دسترسی عموم می‌کند، ولی مؤلفان گزارش آمریکایی چند نارسایی جدی را در تامین شفافیت مالی کشور آشکار کردند. بر اساس این ارزیابی سندهای بودجه دولتی تاجیکستان منبع‌های درآمد را پوره انعکاس نمی‌کنند، حساب‌های مهمی غیر بودجوی را پنهان می‌دارند و موافق با اصول‌های پذیرفته شده بین المللی محاسبه تهیه نشدند. ضمناً چنین تنقید در خلاصه آدیتوری پالات حساب تاجیکستان نسبت به گزارش حکومت تاجیکستان درباره اجرای بودجه دولتی در سال 2024 نیز هست. در آن از جمله آمده است حسابات با یک قطار کمبودی و نارسایی‌ها تهیه کرده شده است. قسمی درآمد آن تنها در شکل گروه بندی از روی واردات اندازی و غیر اندازی تهیه شده‌اند. شفافیت و مکملی آن را تامین نمی‌کنند. این زمان در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که نهاد اودیت یا ارزیابی محاسبات اداره‌های دولتی در تاجیکستان یعنی خود این پالات حساب مستقل نیست. در گزارش گفتند نهاد عالی اودیت تاجیکستان به معیارهای بین المللی مستقلی جوابگو نیست و گزارش آن هیچ گونه خلاصه‌های عمیق و مهم را فرا نمیگیرند. از همکارم همچنین پرسیدم که دیگر مشکلاتی که در ارزیابی‌های بودجه تاجیکستان گفته‌اند چی است؟ یک تنقید دیگر از آن است که حکومت تاجیکستان خراجات را برای نهادهای امنیتی اعلان نمی‌کند و مبلغ‌گذاری‌های آنها را از سندهای عمومی بیرون کرده است. هرچند این مسئله در پارلمان آشکارا بررسی می‌شود. بخش دیگری ارزیابی مؤلفان گزارش در رابطه با شفافیت در ساحه استخراج معدن در تاجیکستان یکی از ساحه‌های سردرآمد است که حکومت بسیاری از اجازه‌نامه‌های آن را به شرکت‌های چینی داده است. مؤلفان گزارش گفتند هرچند معیارهای دادن حق استخراج معدن‌های طبیعی در قانونگذاری تاجیکستان موجودند، اما به نظر می رسد که مقامات آنها را رعایت نمی کنند. مهمه امسال یک سازمان مستقل با نام انجمن بین المللی بودجه در ارزیابی بودجه های باز در کشورهای جهان در سال 2025 گفت که تاجیکستان از 100 امتیاز لازم 47 امتیاز به دست آورده است که در مقایسه با سالهای پیشین بهتر است. در یک پاسخ گدبی در این سازمان به رادیو آزادی گفتند تاجیکستان از نظر شفافیت در بودجه پیشروی چشمگیری کرده است. امتیاز آن از 33 در سال 2023 و 47 امتیاز در سال 2025 رسیده است. حکومت طرح بودجه را نشر می‌کند، اطلاعات درباره حجم قرض‌ها برای آینده و قرض عمومی کشور را افشا می‌کند. با وجود این امتیاز تاجیکستان پایین‌تر از 61 است و به این معنی است که اطلاعی که حکومت تاجیکستان نشر می‌کند برای بحث و آگاهی جامعه کافی نیست. دسترسی مردم به آمار و اطلاع پوره درباره صرف و خرج پول بودجه دولتی که از اصل‌های بنیادی جامعه دموکراتی است. مردم هر کشور مدیریت پول بودجه وطن خود را به دست حکومت می‌سپارد و همزمان این حق را دارد که از رهبران آن دسترسی پوره به اطلاعات درباره درآمد و خراجات بودجه دولتی را طلب کند. تشکر همکارم طاهر سفر درباره شفافیت بودجه و یا خرج و درآمد دولت تاجیکستان صحبت میکرد. گزارش مفصل در این باره در وبسایت azadi.org به زودی نشر می شود.